سلام، من سحر بیت‌مشعل هستم از اعضای سازمان زنان عرب اهوازی. امروز می‌خواهم درباره وضعیت زنان عرب اهوازی در ایران و فشارها و تبعیض‌های ساختاری که بر آنها تحمیل می‌شود با شما در میان بگذارم. تبعیضی که هم از جنسیت آنها و هم از هویت قومیشان سرچشمه می‌گیرد و در نهایت به شکل‌گیری فشارهای مضاعف منجر می‌شود. من این مسئله را در دو محور اصلی، یعنی بازداشت زنان عرب اهوازی و وضعیت آنان در زندانها توضیح خواهم داد. زنان عرب اهوازی به ویژه فعالان مدنی سالهاست که هدف بازداشت‌های خودسرانه و برخوردهای امنیتی قرار می‌گیرند. این بازداشت‌ها بیشتر به دلیل فعالیت‌های مدنی، اعتراض به سیاست‌های حکومت یا حتی صرفاً به دلیل هویت قومی انجام می‌شود، نه به دلیل ارتکاب یک جرم مشخص. این سرکوب نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی جنسیت و هویت قومی را ابزاری برای اعمال کنترل و ایجاد فضای ارعاب به کار می‌گیرد تا جامعه را در حالت ترس و سکوت نگه دارد. گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که وضعیت زنان عرب اهوازی در زندان‌ها به ویژه در زندان سپیدار اهواز به شدت نگران کننده است. این زندان در شرایط نامطلوبی قرار دارد و زنان زندانی به طور مداوم در معرض خشونت و تهدید و تحقیر قرار می‌گیرند. سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی، در افشاگری‌های خود بارها به شکنجه، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی با زنان عرب اهوازی اشاره کرده. او تاکید می‌کند که این زنان نه تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی بلکه صرفاً به دلیل زن بودن و عرب بودن با آزارهای شدیدتری روبرو می‌شدند. وضعیت زنان باردار در زندان‌ها نیز نمونه دردناک دیگری از این بحران است. یکی از بارزترین موارد فهیمه بدوی است که هنگام بازداشت 8 ماه باردار بود و بدون اعزام به بیمارستان با حداقل امکانات و در حضور بازجویان مجبور به وضع حمل شد. در موارد متعدد دیگر گزارش‌هایی از خشونت جنسی و تجویز اجباری داروهای اعصاب و روان برای زنان بازداشتی منتشر شده، مسائلی که عمق آسیب و نقص جدی حقوق زنان عرب اهوازی در زندانها را آشکار می‌کند. زنان عرب اهوازی با وجود همه فشارها، بازداشت‌ها و تبعیض‌هایی که تجربه می‌کنند، همچنان با شجاعت برای حقوق انسانی خود می‌ایستند. آنچه بر زنان ما می‌گذرد یک مسئله فردی نیست، بلکه یک رنج جمعی و بخشی از واقعیت تلخ نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی است. بی‌تفاوتی و سکوت در برابر این وضعیت فقط به تداوم ظلم و بی‌عدالتی کمک می‌کند. امروز از شما می‌خواهم که صدای زنان عرب اهوازی باشید، زنانی که تنها به دلیل زن بودن و عرب بودن تحت شدیدترین فشارها قرار می‌گیرند. دفاع از آنان، دفاع از کرامت انسانی و حقوق بشر است. امید ما این است که با پیگیری و همبستگی روزی فرا برسد که هیچ زنی به خاطر هویت خود مجازات نشود و همه زنان بتوانند در فضای امن، آزاد و برابر زندگی کنند. سپاس از توجه شما.